آقا سلام علیکم. چی شد؟ دقیقا چی شد دیشب؟ مشروب چیه و مشروب نباید خورد برادر. یواش صحبت میکنم، بچه ریان خوابه. ساعت داداش 8. من نمیتونم بخوابم تا 9-10 شب، 9-10 صبح. دوش گرفتم سرحال. بریم یه صبحونه بخوریم. نهارم با یکی دوتا بچه ها قرار داریم نهار. شامم با یه بچه های دیگه قرار داریم، ولی ساعت 3-4 میخوام برم جیم. میخوام یه جیم پیدا کنم همین تو بورلی هیلز، همین دور و بر برم ورزش کنم، ولی الان میخوام برم صبحونه بخورم. خدا رو شکر هر سری که بیدار میشم صبح یواش بغل مغل رو نگاه میکنم خودم هم همیشه. این خیلی جای شکرش باقیه. دیشب ماجی خیلی به ما حال دادن. کلن تو لس آنجلس خیلی به ما حال میدن والله به قرآن. همه با معرفت مشتی حاجی حال ندارم صحبت بکنم. بذاریم برم خودم رو ردیف بکنم، توپ یه نیم ساعت دیگه برگردم. خیلی آقا هستین. حاجی داره خوار عمو میداد بیا بیرون دیگه. آرش بیا دیگه، برای چی داری همه دامادی داری میگیری؟ بیا دیگه بریم دیگه، بریم آجی. آقا مخلص رفقا. حاجی دوش گرفت، تر تمیز. حاجی انقدر الان تمیزه، بوی خوبی میده. حاجی بو کنم درو دست بزن. داریم میریم یه صبحونه بزنیم، حال خراب. صبحونه بزنیم، بعد میخوایم بریم راه بریم دم هالیوود ساین. دم هالیوود ساین چیز پیاده روی داره، میخوام بریم اونجا ذره پیاده روی کنیم بعد صبحونه. بعدش هم باید بریم نهار و ساعت 3-4 هم بریم تمرین. ساعت 9 صبح حاجی. اله قبل 10 بیدارشی جریمت میکنن با تا 10 بخوابی. حاجی رو 2 بار جریمه کردن. چون مشروب خوردم گفتم یه ذره شامپاین با پرتقال بهش میگن مموسا میموسا. گل هم برای من گذاشتن. گل باید بدم حاجی بخوره. حاجی بیا. مشروب که بچه ها، مشروب که میخورین حالتون صبح بعد هنگوورین یه ذره دیگه مشروب بخورین که ادامه دیشب یه کس شراطی بود قدیم میگفتن دیگه، گفتن آقا مشروب میخوری صبح یه ذره دیگه بخور. جان اربای پدرت یا نه؟ الکل تو بدن یه ذره الکل که بس کنه ریسایکل، اینو ریسایکل میکنه برمیگردونه به اول. آره ریسایکلوفسکی میشه دیگه. روی این حساب هر جا میریم دخترهای ازگل بغلمون رو